در یکی از آپارتمان‌های کوچک تهران کودکی به نام آریا زندگی می‌کرد. آریا از همان کودکی عاشق دنیای تکنولوژی و بازی‌های ویدیویی بود. ساعتها کنار پنجره می‌نشست و با رویاهای بزرگش به آینده فکر می‌کرد. او می‌دانست که روزی عشقش به بازی‌ها مسیر زندگیش را تغییر خواهد داد. سالها گذشت و آریا در نوجوانی تصمیم گرفت اولین قدم‌هایش را به سوی رویایش بردارد. او با یک وبکم ساده و اشتیاق فراوان اولین ویدیوی خود را ساخت. هرچند تعداد بازدیدها کم بود، اما آریا می‌دانست که باید به چیزی که دوست دارد ادامه دهد. راه رسیدن به موفقیت آسان نبود. آریا با چالش‌ها و سختی‌های زیادی روبرو شد، اما او هرگز تسلیم نشد. هر روز بیشتر یاد گرفت، محتوای بهتری تولید کرد و ایده‌های تازه‌تری به ذهنش رسید. سخت‌کوشی و پشتکارش او را به مرحله‌ای رساند که دیگران نمی‌توانستند نادیده‌اش بگیرند. پس از سالها تلاش، آریا به یکی از موفق‌ترین یوتیوبرهای ایران تبدیل شد. تلاش‌های او الهام بخش بسیاری از جوانان شد که باور داشتند با پشتکار و ایمان می‌توان به هر چیزی دست یافت. داستان آریا نشان داد که حتی از یک اتاق ساده در تهران می‌توان به جهان‌های بزرگی دست یافت. فقط باید رویاهای خود را باور داشته باشی و برایشان تلاش کنی. شاید تو هم روزی داستان موفقیت خودت را بنویسی.